باعث رشد خانواده شه بچه من یک اولاد خودش بیتی خواهر برادر ترش بیتی سبب خوشبختی خانواده باشه نه سبب بدبختی نه که روز جنگ تو را پدر مادر بخواد تو تا حوزه رفته بره حتی همسایه جمع کت معلم مکتب جمع کت نکوی تو بیادب نباش باعث رنج و آزار پدر مادر نشو توهین نکو پدر مادره امر بیجا نکو ای تو فرمایشای بیجا هم نتی پدر به من موتر بخر از کجا بخره بشیم نیست نه خیر بخوان تلفون آیفون 14 بخر من خیر رفتم از خانه به خدا اینم تو میکنه نه پدر گریه داره میگن ندارم این کل ما این تلفن آیفون 14 از من خواسته روز نکو فرمایش بیجا نتی بندازی توان پدر مادر فرمایش بده درس و تعلیم تا بخوان با تربیت باش که دل پدر مادر شاد شود تو که پدر مادر می دگیم در تلویزیون در این برنامه و مسابقات و جام ها و مسابقات اشپاگیز و اینا مصروف استی ولی پدر مادر دو که بیا شکر کشیده که شکر که چی رقم استی تنها یک مادر بچهش خوشحالی داشت مادرش هم خوشبخت که ولد فلانی را بردیم عجب بردی خلاصت بردی و کشور بیخ بردی رفتن سیل بردیش خبر داری نموز که شما بردی کشور دیگه هیچ نیست بنام از کشور که شما بردینش مادرش هم خوشحالی داشت در تلویزیون هم دعوت کرده بودن تو با افتخار قسم ولی مادر خوب که میگه که تو قرآن میخونی شکر بچه درس میخونی شکر بچه شکر کشکی کاری کنی شکر بی اختیار از دان پدر مادرت برای از این که توفیق بزرگ به پدر مادرت نیست